سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. از پذیرش اعتمادنامه سفیر حکومت سرپرست از سوی رئیس جمهور چین تا واکنش امریکا با آن، آیا چین با این اقدام حاکمیت فعلی افغانستان را به رسمیت شناخت؟ در ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت جهانی، این حاکمیت موفق شد تا رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیرش را بپذیرد. حالا و در واکنش به این اقدام چین، وزارت خارجه امریکا گفته که چین روشن کند که آیا حکومت سرپرست را به رسمیت شناخته و یا خیر. سخنگوی این وزارت تاکید کرده که روابط فعلی پکن و کابل تغییر در سیاست امریکا در زمینه رسمیت شناسی حکومت سرپرست به وجود نمی آورد. در سوی دیگر، گروه بین المللی بحران گفته که کشورهای منطقه در روابط خود با حکومت سرپرست خشتنداری می کنند. در کنار این، گروه بین المللی بحران این را هم گفته که حکومت سرپرست فرصت رسمیت شناسی از سوی سازمان ملل را از دست داده است. اما در این سو، حکومت سرپرست پذیرش اعتمادنامه سفیرش از سوی چین را گام مثبت برای تعامل رسمی با جهان عنوان کرده و از دیگر کشورها نیز خواسته که با کابل تعامل کنند. این در حال است که همین اکنون 17 نمایندگی سیاسی حکومت سرپرست در کشورهای مختلف فعالند. در این برنامه آخر خط به چگونگی روابط دیپلماتیک حکومت سرپرست با کشورهای منطقه و جهان می‌پردازیم. این که پذیرش اعتمادنامه سفیر حکومت سرپرست از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟ آیا این به معنای به رسمیت شناختن نیست؟ واکنش امریکا به این اقدام چین خبر از چی می‌دهد؟ اما آیا پس از این در سیاست کشورهای دیگر نیز تغییرات رونمایی می شود و یا خیر؟ و در نهایت، آیا بنبست مشروعیت جهانی حکومت سرپرست در حال شکستن است و یا خیر؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک: محمد میرویس قیاسی، دیپلمات پیشین، و عبدالجمیل شیرانی، فعال سیاسی، با ما در این بحث هستند. مهمانان از تشکر. بحث را با آقای قیاسی آغاز میکنم. قیاسی صاحب، پذیرش اعتمادنامه سفیر حکومت سرپرست از سوی رئیس جمهور چین چقدر مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. سلام به شما بینندگان عزیز و مهمان گرامیتان. بدون شک پذیرش اعتمادنامه مستقیم از طرف رئیس جمهوری چین برای امارت اسلامی افغانستان مهم است، به خاطر از اینکه این اگر 100% هم نباشه 50% به معنای به رسمیت شناختن است در ظاهر قضیه. ولی وقتی به رسمیت شناختن تکمیل میشد که چین اعتراف میکرد که دولتی که در کابل هست یا اداره دیفکتو یا سرپرستی که در کابل هست، این یک حکومت مشروع و قانونی افغانستان است که هنوز گپ مانده. و عاملی که رئیس جمهور چین اعتمادنامه را پذیرفت یک عمل بالمثل بود که رئیس الوزرای امارت اعتمادنامه سفیر چین، اولین سفیر دنیا را اعتمادنامه‌اش قبول کرده بود. یک تعامل است. دلیل دیگرش هم است که چینایی ها چون بسیار نصب العینای دراز مدت و دوری در مسائل اقتصادی در افغانستان دارند و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را که در نفت و گاز و در معادن مس و دیگر پروژه ها که لیتیوم مالی کشف شده در اینا میکنه در افغانستان، اینقدر پیش آمد خوبه یا در این سطح با امارت انجام بده، به خاطر که در آینده از نگاه قانونی و از نگاه پروتکلی موانعی برای امضای قراردادها نباشه. این به این هدف است. اما ای که جامعه جهانی و در رأس امریکا که از این گپ انتقاد میکنه، یک رویکرد منافقانه است. برعکس چینایی ها بیشترین کمک مالی را که برای امارت میکنه یا برای نفوس افغانستان در سایه حاکمیت امارت میکنه امریکایی ها و غربی هستند که هفته 42 میلیون دلار نقده پول کش که در تاریخ سازمان های جهان این بی‌نظیر است، این را برای امارت و برای نفوس افغانستان یا از طریق کمک ها به افغانستان تقدیم میکنند و کمک های استخباراتی را میکنند. با این خاطر حرفی که امریکایی ها میزنند منافقانه است و به خاطر انتخابات جوامع خودشان است، ورنه در ظاهر امر و در واقعیت کمک و تعامل ها به خصوص امریکایی ها با امارت بیشتر از چینایی است. کل کمک های چین در یک سال برای امارت اگر شما بزنید 40 میلیون دلار نمیشه. با این اساس و همون دلایلی که ذکر کردم چین کار کرده و این برای امارت مهم است. و این طرف امریکایی ها که انتقاد میکنن، انتقاد از اینا را قبول ندارم، به خاطر که از در تئوری اینا میگن که ما امارت قبول نداریم، ولی در عمل اینا بیشتر تعامل با امارت میکنن.
قیاسی صاحب حالا چرا اظهار نمیکنه همین که اعتمادنامه را یک رئیس جمهور از یک سفیر که روان کرده و نماینده‌ای که روان کرده میپذیره و در راستای کار از او موفقیت آرزو میکنه و به نحو حالا قابل پذیرشش است، فکر میکنین که حالا به رسمیت شناسی آغاز شده در پنهان و بظاهر بیان نمیکنه؟ و اهدافی که ذکر کردم، به خاطر و اهدافی که ذکر کردم چینایی ها این اعتمادنامه را قبول کردن. اما بعضی مسائل دیگه است که شاید او اهداف از طرف چینایی ها که خواهش است از امارات برآورده نشده باشه، که مسئله اویغورها یا مجاهدین از اویغورها در امارات یک تعدادی از اونها باشند تا بالا داود مسائل به توافق نرسیدن و یک توافق ذهنی جهانی است در این مسئله. قدرت‌های بزرگ مثل روس، چین، امریکا، انگلیس هم قدرت‌های که شورای یک توافق نانوشته شده به است که امارات باید وضعیت تشکیلاتی خود تغییر بده و یک حکومت فراگیر به این معنا که تمام احزاب، تمام جریان‌ها، تمام مردم، تمام اقشار جامعه افغانستان هم از نگاه مسلکی در این امارات اینا اشتراک بکنند که حکومتی بیاید که آینده استقرار تهدید نکنه. این کشورهایی را میفهمند و این خاطر اینها امو صراحتا اعتراف یا نمیکنند و به رسمیت امارات نمیشناسند. در این مسئله کلشان توافق دارند و بعضی مسائلی در ملل متحد از قوانین است که کشورها امضا کردند، مثلا حق تعلیم زنها، حق تحصیل زنها، حق کار زنها، در صورتی که دولت‌های امارات به رسمیت بشناسند. به این معنی است که همون اصول و مبادی را که در ملل متحد اینا امضا کردند هم در مجمع عمومی هم در شورای امنیت او را زیر پا گذاشتند. به این خاطر اینا به صراحت به رسمیت نمیشناسند امارات تا که ملامت نشوند در آینده. بله آقای قیاسی، حالا یک کشور که بخواهد بشناسه کشور دیگر را بجز از اینکه اظهار نکنه مثل چین، حالا دیپلمات ها جریان داره کارش و سفارت عملا آغاز از کار جریان داره، هر دو طرف دید و بازدیدها و همچنان مقامات میای و میرن ولی به زبان اظهار نمیشه. حالا یک به رسمیت شناسی یک کشور چی معیارهای را داره از دید از اینکه شما یک دیپلمات هستین، حالا چی مانده که باید چین انجام بده؟ معیارهای پذیرفته شده اول جغرافی است که یک حکومت در یک جغرافیای معین و محدود باید حاکم باشد. دوم یک اداره و تشکیلات است که هر دو دارند. سومش برای جهان و برای تمام کشورها از نگاه همین نظم جهانی امروز که در جهان حاکم است. والا امارات هم میگه مثلا با ملل متحد که ما را به رسمیت بشناسه، به رسمیت بشناسه به این معنی است که انت قوانین ملل متحد قبول داری، اما بنده ها و میثاق‌هایی را که افغانستان در او امضا کرده در میثاق‌هایی که افغانستان در او امضا کرده، این ملزوم است یا لازم است برای امارات که اونها را عملی بکنه. از جمله مسئله تحصیل زنها و بعضی شرایطی نه که اینا میگذارن که تشکیل حکومت همگیر گپاست، اینا همون چشم دید و منافع آینده خود و یا شاید منافع آینده افغانستان در نظر داشته بکنه. ولی در اصل بعضی فکت‌هایی است که امارات از نگاه منشور سازمان ملل متحد مثلا تبعیض جنسیتی که زن در امارات حق کار با او شکلش نداره و حق تحصیل نداره از شش بالا تا ها. همین دو موضوع بسیار موضوع اساسی است که هر کشور میتونه که به استناد از این امارات به رسمیت نشناسه. چرا در اون صورت زیر پا کردنی همون مسئله حق تبعیض است یا که ممنوعیت تبعیض در منشور ملل متحد است. تشکر قیاسی صاحب. قیاسی صاحب، حالا آقای شیرانی به عنوان مبارکباد گفت، تبریک گفت که یک گام از حالا به رسمیت شناخته شده از سوی چین و به سطح یک رئیس جمهور که حالا اعتمادنامه یک سفیر میپذیره دیگه اینها نداره که آدم چیز بگویه برش. فکر میکنین که همچنین موارد است و به رسمیت شناخته شده و کشورهای دیگر نیز پای اقدام خواهد کرد در سوی حکومت سرپرست و گام را به سوی رسمیت شناسی بلند خواهد کرد؟ بیاین همین اصلی بازی را، اصلی صورت این مسئله را مطرح کنیم. این مثل که شیرانی صاحب فرمودن این مسائل هم مسائل ظاهری است. همین کشورها کره جنوبی را، کره شمالی را به رسمیت نشناسند، قدش تعامل دارند در حالی که شاید 90% با اونها مخالف باشند. اصل قضیه را بگیم. چینایی‌ها منافق هستند. چینایی‌ها چشم داشتشان، طمعشان به موارد اقتصادی، به منابع زیرزمینی افغانستان است، به طلای افغانستان است، به نفت افغانستان است، به میس افغانستان است، به جس افغانستان است، به گاز افغانستان است. اینا میخواهند که در مفت خود که در 15 سال که امارات همونجا حاکم باشه، این منابع را مثل بعضی کشورهای دیگر که نام نمیبرم
به منابع اقتصادی افغانستان چشم دوخته. چین یک کشوری بسیار ماهر و کلاهبردار است در مسائل اقتصادی. این بس خاطر این مسائل است دیگه، نه امارت برش مهم است، نه کدام نظام دیگه که در افغانستان مهم است. فقط منابع اقتصادی مهم است که زیربنا ها را غصب میکنه با این بهانه از اینکه در آینده هر نظام افغانستان که آمد بگو آمده یا شریک بودم اونی قدرت هم داره و از نگاه محاکم بین دول دیگه دوارم کردن نمیتونه. به این خاطر آمریکایی ها که تمام تعامل با امارات دارن، تا جایی که من اطلاعات دارم بسیار به شکل فیزیکیم در لباس دیگر دیپلمات های دیگر کشورها در سفارتشان در سرینا در اینجا وجود دارن، تعامل استخباراتی دارن، تعامل مالی دارن، حمایت بین المللی از اینا میکنن. نیروهای مخالفی امارت اجازه فعالیتی کلان در دنیا نمیتن. هر دو جانب که امارت منافقت میکنن. اینها با امارت به دیده یک پروژه میبینن تا اینکه مسئله جنگ اوکراین ختم شود، پوتین از مسئله جنگ اوکراین بیکار شود. چینایی‌ها را مانوری که دارن که احتمالاً میخواهند که تایوان بگیرن که جزء از خاکشان است و امارت به عنوان یک طامع قطعی امریکایی‌ها معامله میکنن که وقتی که شما اون اگه در مسئله تایوان از تایوان حمایت میکنین، ما اینجا امارت به رسمیت میشناسیم. اینا بازی‌های خود میکنن و همچنان روسا در شرق اوسط در گرفتاری‌های امریکایی‌ها در غزه و در فلسطین و اینجاها اونی مانور خود میروند تا که نفوذی غربی ها را از اوکراین ختم کنند. متاسفانه مردم افغانستان، ملت افغانستان شکل نظامشان که رقمی باشه و حیث میش یا گوسفندی که در میان گرگه های جهانخوار باقی ماندن. اینا به خاطر منافع خودشان میلیون ها انسان میکشند، 15,000 زن و کودک و طفل در غزه میکشند. این برایشان مهم نیست. خب اصل قضیه در همین است. تا این قضیه و پروژه که حل نشود، حتی کشورها مینیس فرد مثلا ایران از نگاه عقیدتی، از نگاه باور و تئوری با امارات هیچ سنخیت نداره، ولی ظاهرا با امارات دوستا تعاملی خوب داره، رفتار خوب داره، تجارت داره، منابع در اختیارش گذاشته، سفارت در اختیارش گذاشته. روسا همچنان که سفارت در اختیارشان گذاشته قطعا از اینا تعامل داره، مخالفین از اینا اجازه مانور و کار نمیده، ولی در این زمان همیشه شعار از اینا میده که اینا همه بهانه‌ای است. منتظر هستن که پروژه‌های کلان از اینا، گرفتاری از اینا، حتی امیر رفتن ناتو که خود آمریکایی‌ها اون خلیج‌زاد هم با کراتی را به صراحت میگه که ما از افغانستان به خاطر میرفتیم که ما پلان‌های دیگری که جنگ اوکراین شروع بشد، مسئله تایوان بود، مسئله شرق اوسط بود، ما سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و نظامی خود دوجا میکنیم، به این خاطر از افغانستان رفتیم و افغانستان را در یک تعامل با امارات تسلیم کردن و رفتن. اینا متاسفانه کشورها هر کدامش بر یک بهانه‌ای، در یک سطحی، به یک دلیلی این نفاق در مقابل افغانستان. هر اداره افغانستان مهم است که امارات باشد. دیروز جمهوریت بود، پیش از اون مجاهدین بود، پیش از او باز امارات بود. این همین ملت ها در همین حالت میمونن. این منتظر پروژه امارات ذوق زده نشود. ما با شیرانی سیوم میگم، با سران امارات هم میگم که اینها این نفاق همین ملت ها را بدانند، منتظر از این باشند که اینها یک روز یا چهره اصلی خودشان را با امارات نشان بدن. شما فکر میکنین که روس‌ها یک دولت اسلامی را با همین رش و لینگی و با همین مفکوره اسلامی که جهاد هم فرض بدانه، آزادی سرزمین های کشورهای اسلامی را مثلا فریضه خود بدانه و در اصل حالا اشاره کرد که آقای شیرانی به اشاره کرد که حالا قدرت بزرگ مثل چین حالا پذیرفت سفیر حکومت سرپرست و به عنوان از اینکه حالا به رسمیت شناخته شد. فکر میکنید که پس از این سیاست‌های کشورهای دیگر نیز تغییر رونمایی شود؟ یک مطلب صادر نمیکنه که ما امارت اسلامی افغانستان را به حیث دولت قانونی افغانستان ما قبول داریم، در منشور ملل متحد در اونجا حکم داره. یک جلسه را پیشنهاد کرد در شورای اندر رأی خود بده یا در مجمع عمومی هم طرفدارای خود. چین خصوصا کشورهایی است که در فقد خود داره و دنباله را وشتن، اونا را جمع نمیکنن، نمیگه که بیاین دسته جمعی به رسمیت بشناسیم. همین گپی است که به خاطر نفاق است که یک مانور کردن، یک فشار آوردن به امریکایی‌ها و همچنانی که امریکایی‌ها در مسئله تایوان و اینجاها با چینایی‌ها و در مسئله هم جنگ‌های اقتصادی کلان، جنگ‌های تجارتی که دارن، این مانور دارن. فقط ما وسیله اینمی قدرت‌های بزرگ و منافع قدرت‌های بزرگ هستیم. ما همین را گفتم. بسیار خوب. فکر می‌کنید کشورهای دیگه هم حالا تغییر سیاست بکنه و وادار به این شود که حالا تعامل رسمی را آغاز بکنه، کشورهایی که حالا در منطقه است و فرامنطقه است بعد از چین؟ تمام همین کشورها، هم آسیای میانه، هم ایران، هم چین،
اینها به طالبان به مفکوره یا تیوری خوف و رجا میبینن. هم از امارت میترسه، اینا از آینده امارت، از باقی ماندن امارت، از شکلگیری مثلا یک دولت مستقل به شکل اسلامی و همون بدوی و بومیش، با همین لنگی، با همین شکل شمایل، با همین مفکوره، با همین کمپایی که مثلا تدریب نظامی جهاد داده بشه و از این گپ اینا بخوای نخوای میترسن. همگیش، هم شرق میترسن هم غرب میترسن. و در این زمان اینها فعلا در پروژه خود که مصروف هستند، در پروژه کلان نمیخواهند که همین امارات به آخر از اینا دست بندازه و یک دفعه خیز بزنه مثلا سر ایران، یک دفعه خیز بزنه سر آسیای میانه. ایرانی صاحب تشکر. قیاسی صاحب، حالا مسئله‌ای که پیشرفت‌های کشورهای جهان بخصوص از منطقه و فرامنطقه است همواره چند تاکید دارند به شمول حکومت همه شمول و حکومت فراگیر. آیا فکر میکنین که این موارد و موارد حقوق بشری و همچنان موارد مبارزه با تروریسم و خطوط سرخ را که همیشه سازمان ملل و سازمان‌های دیگه داشتن با حاشیه میره آهسته آهسته و این به معنای عزیز که حالا به معنای که با حاشیه روی است از این خطوط که بیان نمیکنن که در چند وقت پیش حالا همیشه همواره خط سرخشان حکومت همه شمول بود، مبارزه با تروریسم بود، حقوق بشری بود، به ویژه مشارکت زنان بود در عرصه‌های مختلف و معنادار. من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، سوال محفوظ نگه بدارین. من یک تفسیر در گفتای شیرانی صاحب میکنم. اما یک شعر ما داریم که میگه هر کی ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. شیرانی صاحب مطلع هستند، آدم باسواد هستند. من یک چند مثال نشان میدم. حکومت داوود خان، حکومت اول ظاهر شاه، یک حکومت قانونی، حکومت 40 ساله در تمام دنیا به رسمیت شناخته بود. در بمو عصر و زمان خودش معادل هم و خدمات داشت. خصوصا 20 سالی دومی حکومت ظاهر شاه بسیار پیشرفت و ترقی در افغانستان آغاز شد. وقتی که منافع دنیا ایجاب نکرد، منافع فلسفیشان، منافع تئوریکشان، این تنها منافع اقتصادی نیست در این مسائل، همون حکومت اینا توسط کودتا داوود خان سقوط دادن. حکومت داوود خان حکومت ظاهرا جمهوری دیکتاتوری بود. تمام کارا را که امارات عالی میکنن در مقایسه با اون زمانی که داوود خان اونا را کرد با معادل هم 50 سال پیش با تکنولوژی عقب مانده همون وقت، او به 1000 مرتبه برتر از این بود. همون نظام وقتی که منافعشان ایجاب کرد و کودتا کردن سقوط دادن. اما پیشرفتی که خلق و پرچم شروع کرده بود، آغاز کرده بود، با ما حالی که میموند در افغانستان شاید امروز کشورهای آسیای میانه کرده بسیار پیشرفت میکرد، ولی همون نظام را اینا سقوط دادن. بعد از او همین مجاهدین را که 14 سال که ما و شیرانی صاحب از جمله از اوستیم، پول دادن، مال دادن، هنگفت وسایل دادن. وقتی که مجاهدین پیروز شد از پیش مجاهدین خنجر زدن، نماند که حاکمیت بکنن، کوشش کردن حکومتی را که خودشان می‌خواستن توسط بین انسان از غرب تشکیلاتش در آمریکا جور شده بود در کابل بیارن. کل هدف همین بود. به همین خاطر مجاهدین هم بین خود جنگ انداختن و پول دادن، مال دادن، جنگ‌های داخلی تشویق کردن، استخبارات دنیا مداخله کردن از بین رفت. باز دوباره اونا که رفتن، امی امارت اسلامی آمد که خود از اینا آوردن با اساس از اینکه ما جنگ‌های داخلی را از بین ببریم، تخت کردن افغانستان اینا گرفتن. ولی روزی که منافعشان در خطر آمد، به خاطر سر یک آدم اسامه مثلا به بهانه از او کلی امارات اینا زدن ازم پاشیدن و دوباره آوردن جمهوریت. همین جمهوریتی را که خودشان تأسیس کرده بودن 2000-3000 میلیارد دلار سر از سرمایه گذاری کردن. 48 کشور دنیا آمد، ولی روزش که آمد 18 ماه در قطر مذاکره کردن و همین حکومت دسته به جمهوریت اسلامی تقدیم کردن با تمام چال 42 میلیون هفته‌ای برای از اینا میدن. یعنی این بسیار ساده باوری است که ما این کار در افغانستان کردیم، یا دنیا ما را به رسمیت بشناسه، یا چین یک اعتمادنامه ما را گرفت، دیگه خلاص مشکل حل است، دیگه این نظام میمونه، افغانستان هیچ تحولی در این نمیآید. این درست نیست. این نه عقل قبول میکنه، من نه منطق قبول میکنه، نه حکمت اسلامی، من خو اسلام میفهمم، این قبول میکنه. این نظام ها منافع دنیا کار وقت ایجاد کنه، قایم ترین نظام از بین میبره. یعنی بحث در است که چیزا را که شما گفتن که سوال شما را که خطوط امروز از اینا با حاشیه میروه، گپا نیست. 3 سال شده از آمدن امارات. کسایی که خودشان امارات آوردن، پروتکلی که در قطر به امارات کردن رو در ملل متحد ثبت هم کردن. همین خلیلزاد چرا امروز به رسمیت نمیشناسن؟ اینا بازم مسئله همون به خود میگم که اینا منافع از اینا تا که ایجاب نکنه، تا که از اینها از جنجالای کلان خود خلاص نشوند، حتی همین امارات به رسمیت هم بشناسن.
در ملل متحد را تسلیم بکنن، تمام سفارتان بر از اینا بسپارن، هیچ گپی هم دیگه حل شو، باز هم یک روز هم امارات از بیخ اینا میکن. پس به این اساس نظر من همین نظر است که گپایی که در ظاهر گفته میشود کلگیش چی است، ولی امارات از داخل که خود نسازه، همو حقوق اولیه مردم نته. بسیار کاری خوب است که شهرانش گفتن که شفافیتی که در شهروالیا میکنن، همین سالنگ که جور کردن، همین قشتیپر که جور کردن، همین نهرا و چیزایی را که به کابل ایشان میارن، این گپا بسیار اساسی و مخلصانه و خوب است. اما این کفایت نمیکنه برای از اینکه یک دولت، یک نظام بقا داشته باشه و دوام بکنه. چون افغانستان من همیشه در بحث‌های خود را گفتم که یک کشوری بحران خیز است، اینا همه چیز دستی کم نگیرن، اینا مغرور نشوند. حفیظ الله امین، من 6 ساله بچه بودم، به یادم است که منشور در قریه های ما اینا نشر میکنه حفیظ الله امین، اما منشور حال متنش یادم است، چون ذهنی بچگی بود، میگم که شما در قلب کوه داخل شوید و اشرار ما شما را میکشم و شما را محاکمه میکنم و در افغانستان برای ما از کل نفوس افغانستان 2 میلیون نفر که اعضای حزب باشه برای ما کافی است. این همی ولو که خوشبینانه باشه، یک حس یا غروری از این که دیگه ما شکست ناپذیر هستیم، ما از بین نمیریم، کارهایی که ما میکنیم بی‌نظیر است، این را از کلا خوب خیال خود بیرون کنن. ما این را دوستانه براشون میگم که افغانستان بحران خیز است، اینا مخالفین دست کم میگیرن، میگن اونا دیگه کس نمونده است که صحیح هر چی کسی نمی افغانستان است، این ملت است، طالبان را از آسمان تا نچرن. اگر فساد در زمان جمهوریت بود، امیال حاضر من خبر دارم که در بسیار مراکز با او شکلش نه، با او شکل فضیحت نه، رشوت است، دورگیری هست، خدمات راهنه می شود، چرا همین مردم به خارج می روند؟ اگر همین دروازه پاسپورت امیال حاضر باز شد، من مطمئن هستم که ما را 10 میلیون نفوس افغانستان در بیرون 10 میلیون دیگه بیرون می روند. اینا خود دلیل داره. اگر در جمهوریت شاید سالانه 10,000 نفر مهاجر میشد، حال حاضر اگر دروازه را شما بگذارید تا پاکستان و ایران هم که مردم رفته بودن، میلیون ها نفر، حال حاضر ما 8 میلیون نفر در ایران داریم، 4 میلیون 3 میلیون در پاکستان داریم. اگر شما پاسپورت توزیع کنید کل نفوس افغانستان میرود. با این اساس از بنیاد یک اساسی فکر کی نشود، سرنوشت امارت گپ دشمنانه نیست، گپ خیرخواهانه است. سرنوشت امارت سابقه است، سرنوشت جمهوریت است، سرنوشت نظام داوود خان است. یک بنیاد و سنگ اساسی برای این ملک گذاشته نشود. حالا می بنیاد و سنگ اساسی قیاسی صاحب چی چیزی میتونه باشه؟ من اجازه بدین گپ خود ختم کنم. وقتم شما یک ذره چی نمیکنین، ما کجا وقت قید میکنم که چه گپ بزنیم. ما سوال شما جواب بدیم. قید است قیاسی صاحب. خب پس به این اساس یک اساسی فکر نشوه. همین کاری که فعلا امارت میکنه، والله بالله تعالی ما را دشمنان نمیگم، تمام کارهایی که در رژیم‌های سابق از داوود خان شروع، کار را که داوود خان کرده، کار را که خلق کرده، کار را که پرچم کرده، کار را که مجاهدین کرده، کار را که باز امارت کرده، کار را که باز جمهوریت کرده، این حصار، این خودخواهی، این از اینکه بیم زوارما طول زمان، اینمی که در کل نظام بوده، سرنوشت اینمی نظام امارت، سرنوشت اینمی نظام‌های گذشته است. اینا قید کنین، نمی شیرانی زم و یک برادری ما و یک آدم مسلمان در کتابچه‌اش تاریخ امروز قید کنه. این تو نمیشه. اینا یک بنیاد اساسی را بزنن، قانون اساسی بزنن، مردم بزنن، کل قناعت بدن و شعار نمیشه که ما حکومت میکنیم کل کی بیاید. اینا نمیتونن جلوی خارج و جلوی مخالفین داخل حتی نیروهای داخلی بگیرن. این نظریاتی ما بود. قیاسی صاحب، شما پیشتر در مورد تغییر سیاست اشاره کردین که باید کارهای را تغییرات بیارن. چی تغییرات مشخصا میتونه که افغانستان به صلح و ثبات دائمی برسانه؟ ما چند دکتر یاد میکنم. این تو یک گپ است که ما بسیار دلم میسوزه به وطن، تو با شیرانی سب که میگه پاره میزنه. اینا همون یک باور کاذب برشون پیدا شده که هر کاری که ما میکنیم این کار درست است. این کوتاه میگم، وقت زیاد نگیریم. این گپ درست نیست. اینا با یک باور پیدا شده که هر گپی که ما میگیم راست است. این درست نیست. اولا که هر کاری که شما میکنید درست نیست، در جزئیات اگر داخل شویم وقت میگیرم. من اسلام میفهمم، مسلک من اسلام است. همین حدود شرعی، یک مثال اسی سر از این بحث نکنین. همین حدود شرعی را که شما تطبیق میکنین مطابق فقه حنفی، مطابق کتاب هدایه، والله بالله تعالی 1% شرایطش پورا نمیکنه، شما همین حدود تطبیق میکنین. شما فکر میکنید کارهای ما کلگیش خوب است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در سال مجاعت دست دوزخ قطع نکرد. کارهایی که امارت اسلامی میکنه خدا شاهد است. از دل سوزم میگم گپی سیاسی نیست. نه حضرت عمر کرده، نه حضرت ابوبکر کرده، نه حضرت عثمان کرده،
نه در خلافت اموی کردن، در خلافت پس چی باید شود قیاسی صاحب؟ من یک تا حساب کردم بیرون. اینا میگن که مثلا شرایطش پورا نیست توی گپا. ما قسم میخورم ما سواد داریم. تنها ساختن سالنگ سختتر از این بود که تمام مکاتب و مدارس افغانستان اینا تفکیک کنن. در ظرف یک ماه می کار برای ما بتن من میکنم. بودجه هم کار نداره. این مکتبی مثلا لیسه حبیبی است، بعد از پیشین دخترها درس بخونن، از صبحی بچه‌ها درس بخونن، هیچ مشکلی نیست. این گپا یک بهانه است. 7 نفر با شمول امیر در قندهار ششتن، خود امیر است، رئیس محکمه است و 7 نفر دیگه که مجموعاً 9 نفر میشوند. نمینا هر چیزی را که گفتن او گفت صحیح است، او تطبیق میشود. حالا چی باید شود؟ کدام راهکار و کدام تغییرات میتونه که باعث پایدار شدن همین مسلمان شیرانی سب کلی 40 میلیون نفوس افغانستان بود که نادرست است، اینا میگه درست است. این درست نیست. و اینا فکر میکنن گفته ما مطابق اسلام است و مطابق ما خود دین بفهمیم. این صحیح نیست. راهکارش نمیست. ما چندین جلسه نگفتم، خط آخر خط به امر شما گفتیم داشته مراجعه کنید، باز تکرار میکنم. امارت اسلامی اگر میخواد که افغانستان برای دائمی صاحب یک نظام مستقر شود، هیچ کس در افغانستان ملک نیست، هیچ کس دعوا نکنه که ما پاک هستیم. اینها اول یک لوی جرگه کلان در افغانستان جور کنه، شاید بود که لوی جرگه نتیجه نداده. نتیجه میته تحت امارت بکنن. اگر در گذشته فساد و مداخله بود، اینا خود میگن که ما فساد نداریم. لوی جرگه را دایر بکنن، مطابق فقه حنفی، مطابق قانون، یک قانون اساسی اسلامی اینا جور بکنن که در قانون اساسی اسلامی اوجا انتخابات باید باشه. امیر با جای خود باشه، جمعی امیر هم شورا از اینم که دست نزنه. بیاین اینا با رای همین ملت که اینا دعوا میکنن که مردم افغانستان 99.99% مسلمان است، مراجعه بکنن، یک انتخابات بکنن، یک شورای اسلامی بسازن. متن قرآن کریم و امر شورا بینهم. در اهل سنت و جماعت نظام شورایی است. نظام شورایی است. خلیفه منصوب میشوه، شورا مشورش الزامی است. یکی مشاور است، یکی مستشار است. مشورش الزامی است. هر چیزی که شورای اسلامی داد اینا یک اساس بنیاد درست بگذارد. تمام همین نیروهای که از خارج رفتن مخالفت میکنن، از تاج کردن، اینا را واقعا تحت نظارت کشورهای اسلامی یک چیز اینا را به افغانستان بخوان، اگه انتخابات کردن، نظام جور بکنن. نگم که انتخابات گذشته فاسد بود. من میگم فاسد بود. نظامی سفارت انگلیس و سفارت امریکا و آی اس آی و سی آی ای بود. این نظام خود نظام اسلامی است. مردم بخوان قانون بسازن، یک نظام شورایی بسازن، تشکیلات مسلکی جور بکنن. این در ظرف 1 سال می شود. پیش از اینکه کارا میکنن، مکتب دخترها را باز بکنن تا سطح پوانتون، تا سطح لیسا پوانتون همه چیز آزاد بکنن، تفکیک جنسیتی بکنن، زن جدا مرد جدا، این کارا را بکنن. اجازه بدن که ادارات مسلکی شود. مولوی را در تیب یک مولوی را مقرر نکنن و وزیر صحت عامه یک دکتر باشه و باز نگوان که در رأس است و باز در زیر دست چی میکنه. این گپای یک بهانه است. ممنون. و تشکر. فقط در چند ثانیه امارت همه چیزی که میگه راست نیست. امارت همه چیزی کاری که میکنه صحیح نیست. این کار صحیح هم داره ولی همه چیز نیست. و همین باوری کاظم اینا از خود دور بکنن که آینده شان بازم تکرار میکنیم. تشکر. امریکا لارا ورک. سپاسگزارم از مهمانان در این بحث، آقایان هر یک، محمد میرویس قیاسی دیپلمات پیشین و عبدالجمیل شیرانی فعال سیاسی. از حضورتان به برنامه و از شما بیننده ها نیز تشکر که تا این دم آخر خط را بیننده بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.